نظرپرسی کمیته دین درباره قانون تنظیم ماه نوامبر در میان بیش از 10,000 نفر برگزار شد. بر اساس خلاصه‌های پرسش ممکن است قانون بحث برانگیز تنظیم بازنگری شود. مسئولین کمیته دین رسما درباره نتیجه‌های این پرسش چیزی نشر نکردند، اما دو مقامی آگاه از خلاصه‌های این پرسش در صحبت با رادیوی آزادی بعضی جزئیات آن را افشا نمودند. به گفته این دو منابع آگاه که نخواستند نامشان ذکر شود، یک خواسته اساسی مردم از مقامات این بود است که به گذراندن ختنه‌تویی‌ها اجازه داده شود. بر اساس قانون تنظیم از سال 2017 به این طرف گذراندن ختنه‌تویی تنها در دایره عائله اجازه است. ساکنان ضمن پاسخ به پرسش مقامات گفتند که آرزوی آنها این است که ختنه‌تویی فرزندشان را ببینند، چون معلوم نیست که تا عائله دار شدن او در قید حیات هستند یا نه. همین چی میشد که جناب عالی محترم اجازت میداد، ما با اجازت اون کس همین توی ختنه را گذرانده میتوانسته باشیم. یک مثال یک کس در یک جشن یگان مثال دیگه نمیآید، اما مرده هم دیگه نه خیر خدایی نه چه یگان کس نمیبیاید. یک خواسته دیگر ساکنان از قانون تنظیم این بود است که مقامات برای دادن طعام حداقل در یکی از مراسم‌های عزاداری اجازه بدهند. فعلا بر اساس مقررات قانون تنظیم ساکنان حق ندارند در مراسم‌های دفن و عزاداری طعام بدهند و یا چار و ذبح کنند. ساکنان ضمن پاسخ به پرسش مسئولین کمیته دین گفتند که در مراسم‌های عزاداری از ناحیه‌های دیگر خویش و تبارشان می‌آیند و از روی عرف مهمانداری بعضاً برای آنها طعام آماده می‌کنند. در چنین حالت ساکنان گفتند ممکن است مسئولین تنظیم در ناحیه‌ها آنها را جریمه بندند. راه دور می‌آیند، همه طعام بتشونه اجازه خیلی داره. این درخواست ساکنان در حالی است که تا امروز جریمه شدن چندین نفر برای دادن طعام در مراسم‌های عزاداری از جمله در مراسم چیل بر رسانه‌ها راه یافته بود. دیگر گروه طرف دارند که قانون به تغییر گذاشته شود، چون به گفته آنها وضع مالی ساکنان برای گذراندن معرکه‌های سرخرج امکان نمی‌دهد. چی در از خود بسیار اون مرده اوقات نمیخوره، میرن فاتحه میخونن رفتن میگیرن، خود نقش شدگی. بجز از اجازت برای گذراندن ختنه‌تویی و دادن طعام در یکی از مراسم‌های عزاداری، ساکنان همچنین از زیاده‌روی مسئولین تنظیم در برخی نواحی نوشتند. ساکنان در پاسخ به پرسش مسئولین کمیته دین گفتند نمایندگان بخش تنظیم در بعض نواحی‌ها بعضاً زیاده‌روی می‌کنند، هرچند مسئولین کمیته دین نه همه وقت این انتقاد را قبول دارند. قانون تنظیم در سال 2007 قبول شد و سال 2017 به آن بعضی تغییرات ها وارد کردند. این قانون انتقادها و بحث های زیادی را در پس خود دارد، چون برخی حامیان حقوق میگویند که قانون مذکور دخالت دولت به حیات شخصی شهروندان را بیشتر کرده است.